با درود به شما آقای چالنگی و همه هموطنانم در هر کجای این کره خاکی هستند. من در استودیوی پاریس شما بدون اینکه صدای مهمانانتون رو بشنوم، بدون اینکه تصویر شما رو ببینم، یاد ندای نازنین میفتم که با چشمان باز از جهان رفت. امیدوارم همه هموطنانمون با چشمان باز به جهان بنگرند، به مسائل سرزمینمون بنگرند و در کنار هموطنانمون باشند، مخصوصا هموطنانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنند. چگونه میتونن در این راستا حمایت کنند حرکت مردمی رو. درود به همتون. آقای اقبالی، داریوش عزیز، شما به طور مختصر وقتمون در این نیمه کمه، در نیمه دوم پرسش‌هایی داریم. به عنوان یک هنرمند، سالیان بیش از 3 دهه از شما بیشتر ترانه‌هایی هم خوندید که بیشتر سیاسی است. به عنوان یک هنرمند اولین احساسی که داشتین، اولین واکنشتون در برابر اون چه که برای ندا آقا سلطان اتفاق افتاد چی بود؟ به یاد دارید؟ طبیعتا به عنوان یک انسان این اتفاق بسیار دردناکه و امیدوارم این هر چی بتونه کمتر داشته باشیم. یک انقلابی در سرزمینمون اتفاق افتاده. امیدوارم نداهای دیگه مراقب خودشون باشن. اون سرزمین نیاز به نداها داره، نداهایی که با چشمان باز به جهان نگاه کنن. طبیعتا انسان دلش زخمی میشه. به اتفاق نگاه من به مسئله سرزمینم خیلی، چون همیشه عاشقانه بوده در رابطه با مسائل موسیقی و فعالیت‌های اجتماعی بوده، زخم اون جامعه رو از دیدگاه دیگه نگاه میکنم و اگر در برنامه تفسیر خبر هستم خیلی خوشحال هستم، چون متاسفانه عرض کردم صدای دوستان دیگر رو نمیشنوم و خودم رو میذارم جایی کسی که نمیشنوم. الان مردم میشنون، میشنیدن، ولی این دمل ترکیده و این سکوت 30 ساله، فرزندان 30 ساله‌ای که متعلق به این انقلاب بودن دارن میگن دیگه به شعور من نمیتونین توهین کنین، دیگه نمیتونین جلوی دهانمو به خاطر آزادی بگیرین. تا یه مدت میشه ظلم کرد، تا یه مدت میشه دروغ گفت، برای همیشه نمیشه. اینه که این قیام مردم درد 30 ساله است که این زخم رو به دوش کشیدن و یک جا این دمل ترکیده. و حرف منم همیشه اینه که من به عنوان داریوش نظرم اینه که من هیچ موقع نمیتونم نسخه‌ای به داخل بدم، ولی حسم عجیب داره در این رابطه کار میکنه. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما کجای این جهان ایستادیم؟ مایی که از اون سرزمین دوریم چی کار میتونیم بکنیم در خارج از کشور که مفید باشیم برای جامعهمون؟ تابع هیجانات لحظه‌ای نشیم. یه مدت بیاییم دم سفارت جمهوری اسلامی، مثلا در پاریس، لندن جمع بشیم. الان در لندن تظاهرات در سفارت برای وزارت امور خارجه، تظاهرات حزب اللهی ها و اسلامی ها در اونجا هست. این معنا داره. نتیجتاً ما باید تداوم داشته باشه این اعتصابات خارج نشین ها در جلوی سفارت ها، سفارت جمهوری اسلامی، مخصوصا سفارت چین و سفارت روسیه که اولین تایید کننده این انتخابات نادرست بودن. باید تداوم داشته باشه، برنامه ریزی باید بشه براش، تابع هیجانات لحظه‌ای نشیم بعد از یک هفته قطع بشه این مسئله. خب هر کی بره دنبال کارش. نه، این حرکت تازه شروع شده، این قطار راه افتاده و هیچ گونه توقف نخواهد کرد. و اینه که یک برنامه ریزی بشه، فعالین سیاسی در این 30 سال بیان از یک دیدگاه دیگری به مسئله نگاه کنن، جمع بشن، بتونن یک حرکت مشترک برای مردممون، نه برای
قدرت طلبیامون. ما نسخه از خارج نمیتونیم بپیچیم برای داخل. چرا که این هستش که هم شرکت کننده هستن و هم به نوعی رهبری جریان رو به عهده دارن و هم خود جوانان هستن که اطلاع رسانی میکنن و اثر میذارن روی افکار عمومی جهان با تصاویری که ارسال میکنن. یک همچین نیرویی رو جوانان گفتن نشون دادن ایران. پرسش ما از شما به عنوان یک هنرمند سرشناس و ناظر اوضاع ایران این هست: آیا در ایران یا جاهای دیگه میشه بین جوانان و آینده دیوار کشید؟ غیر ممکنه. این ارتباط جهانی، این دهکده جهانی، نگاهش همینه که میتونن الان بالای 40 میلیون خبرنگار داره برای دنیا تصویر میفرسته. نتیجتا اینا نمیشه انکارش کرد و حضور جوانان در سرتاسر دنیا، مخصوصا خارج از کشور، میتونه نیرو دهنده به جوانان داخل باشه، میتونه اونا رو حمایت کنه. با عشق حمایتشون کنیم، در کنار هم دیگه باشیم و عرض کردم تابع هیجانات لحظه‌ای نشیم. این داستان باید تداوم داشته باشه، مقطعی نباید باشه. در جلوی فدرال بیلدینگ لس آنجلس شنیدم، در واشنگتن شنیدم، در پاریس شنیدم، همه جای دنیا این باید این موج در خارج از کشور باشه، حضور داشته باشه. و زبان عشق زبان بسیار برنده است. آی چالنگی، این اوایل انقلاب که برادر ارتشی چرا برادر کشی همچین شعاری بود و مردم هم دارن این حرکت رو انجام میدن در داخل. تخریب از طرف مقابل میشه، به حساب جوانها گذاشته میشه، آتش سوزی ها به حساب جوانها گذاشته میشه، در صورت که جهان میدونه چه خبره. اینه که پیام من امروز برای اون لباس شخصی هایی است که دارن بعضی موقع دلسوزانه به اینا باید نگاه کرد که چه انسان هایی میتونین شما باشین که به روی برادراتون به این صورت تهاجم بیارین. چه قیمتی باید این جامعه پس بده که شما اینها رو چنین زخمی کنید، چنین خونریزی به راه بندازین و چنان نخواهد ماند، چنان نمانده چنین نیز نخواهد ماند. و من پیام بسیار زیبایی برای این لباس شخصی ها که به همین زودی ما این شعر رو آماده خواهیم کرد، با اجازهتون اگه اجازه بدین شعر بسیار زیبای دوست نازنینم ایرج جنتی عطایی خطاب به لباس شخصی ها میگوید: تو به خود نگاه میکنی، آینه سیاه میکنی، پرده بر ترانه میکشی، پنجره تباه میکنی. من ستاره آه میکشم، دست روی ماه میکشم، نوازش نسیم میکنم، روی شب نگاه میکشم. میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده میدان آزادی. تو با گلوله من با گل، تو با شلیک من با آواز، تو زرد نفرت کبود کین، من سرخ عشق و سبز پرواز. کسب تو قتل گل و شبنم، اعدام باد و نور و دریا. کار من کشت چراغ و دف، تیمار رنگ و رقص و رؤیا. میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده میدان آزادی. شما برادران این ملت هستید. ما خواهشمون از شما اینه با اینها انسانند، با اینها انسانوار رفتار کنید. تاریخ نشون داده زور تا یه مدتی، ظلم تا یه مدتی، ولی نه برای همیشه. سپاسگزار هستیم آقای داریوش اقبالی در پاریس. با سپاس بسیار